Ulu Tanrı'nın adıyla Bismillahirrahmanirrahim. هوا این چند روز اخیر در اینجا خیلی خیلی گرمه دیگه، نفس کشیدن سخت شده. میبخشید. به هر حال برنامه 104 مهندسی جهل رو در خدمتتون خواهم بود. باز میکنم مستقیم بریم ببینیم که امروز کدوم کتاب تاریخی دست نوشته به زبان ترکی رو میتونیم باز بکنیم و پیدا بکنیم و بخونیم. اگر من خاطرم باشه لغت شاهدی رو خوندیم، علم عقاید اصول دین رو خوندیم. علم انشا این کتاب رو فکر میکنم قبلا یک کتابی یا 2 تا کتاب در این باره دیدیم. این رو باز بکنیم و یک کتاب دیگر هم باز بکنیم. اینم علم عقاید. حالا این عقاید خیلی مهمه. انشا رو ببینیم که انشا به چه زبانی هستش. اول یه سری قبل متوجه شدم که برای معرفی فیزیک کتاب بیش از 25 دقیقه صرف میکنم. از امروز دیگه این رو خیلی کم میکنم، به 5 دقیقه، 4 دقیقه، 3 دقیقه کاهشش میدم. جلد کتاب رو میبینیم چرمی بوده، آسیب دیده، مشخصا معلومه که خیلی آسیب دیده در طول زمان. و بعد خط کتابت رو میبینیم که به ظاهرا هم با چند صفحه از کتاب گم شده، به خاطر اینکه بسم الله نداره و این اولش مسلمان ها یه چیزهایی در رابطه با الله و پیغمبر و صحابه و اینها می نوشتن. اینجا اون رو نمی بینیم. در این حال می بینیم که صفحات داخلی کتابم به شدت آسیب دیده. دستخط خیلی چیزی نیست. ظاهرا مثلا یه نفر انگار شاگرد بوده، رفته پیش یه استادی، اون یه چیزایی رو میگفته، این مینوشته. به نظر میاد که اینجا مثل لغتنامه هست. حالا اینجا میگه که علائم انشا müstemel olan lügatlerdir. İnşada, alem-i inşada müstemel olan lügatlerdir. حالا اینجا لغتی رو که احتمالاً در درس میدادن، احتمال من میدم که این یه درسی بوده که چجوری در مثلا دیوان یه چیزی رو نوشت، یه نامه‌ای رو نوشت. اون لغت هایی که در اون زمان چیز بوده به کار میرفته در دیوان، اونها رو مثلا آموزش میدادن. فکر میکنم اینجوری، یعنی برداشت اولیه من این هست. اما این وضعیت هنوز هم این در کانادا رایجه، در آمریکا رایجه، فکر کنم در کشورهای اروپایی هم رایجه. مثلا شما میخواید یه زبانی رو به زبان دیگه ترجمه بکنید، زبان مادری دارید، حالا زبان مادریتون اومدید تو کانادا، آمریکا، اروپا، کشورهای اروپایی یا ژاپن یا هر جای دیگه، میخواید حالا این ژاپنی رو هم یاد گرفتید، این چینی رو هم یاد گرفتید، این انگلیسی و عربی و روسی رو هم یاد گرفتید، حالا میخواید مترجم بشید. میرید اونجا یا آموزشی 3 ماهه 6 ماهه میبینید، به شما لغت هایی رو که در رشته خاصی، مثلا مثل پزشکی، مثل دادگستری، یعنی یکی از اینها رو به شما آموزش میدن. مثلا خرید و فروش روزانه، اینها رو به شما آموزش میدن و شما مترجم میشید، به طور رسمی برای دوایر دولتی کار میکنید. کسایی که نیاز دارن به این زبان وقتی به اون اداره ها مراجعه میکنن، دکتر رو هر جا مراجعه میکنن،
اونجا میپرسن زبان اصلی چیه، میگه مثلا زبان اصلیم ترکی هست. خب یه مترجم ترک زبان براش زنگ میزنن، میاد اونجا و اون وقتی که قراره و تو اون وقت هر دو طرف میان اونجا و کار رو انجام میدن. حالا دادگاه باشه، پزشک باشه، نمیدونم کار اداری باشه، مصاحبه های مثلا تخصصی برای مهاجرت، اینجور چیزا این اتفاق میفته. حالا اینجا میبینیم که لغت ها رو با دو رنگ نوشتن، رنگ قرمز و رنگ سیاه. و اینجا با یه مقدمه مواجهیم که جالب هست. این رو اگه بتونیم بخونیم دستخطش مثل دستخط من یه مقدار بهتره. در این حالی که در حاشیه این مقدمه احتمالاً شما همون کلمات رو میبینید، اما متن کتاب ادامه داره، نگه مقدمه، برای اینکه این ظاهراً طولانی هست. این به نظر میاد که اوریجینال کتابه، یعنی نسخه برداران حرفه‌ای این رو به کتاب تبدیل نکرده. این دفتر اون آدمیه که این کار رو یا نوشته یا داشته دانشجو بوده، طلبه بوده، این کار رو میکرده. یه دفتری داشته و روی اون دفتر اینها رو مینوشته. این کتاب در 81 صفحه PDF در 162 صفحه کتابی ما اینجا میبینیم که وجود داره. حالا اینجا میاد با تقسیم و اینها هم میبینیم کار میکنه، اعداد و ارقامش رو میبینیم. بعد اینجا کتاب دیگه خیلی شلوغ میشه. عرض کردم این کتاب ظاهراً یه عده‌ای، البته مثل این که اینجا مثلا با یه خط زیبایی اومدن، احتمالاً همون خطه با یه مقدار تبدیل، یا متفاوته، قطعاً متفاوته. اینها همون خط قبلی هست، ولی این بالا این و این حاشیه ها خط متفاوتی هستش. اینجا باز هم خط متفاوتیه. به نظر من اینجاها دیگه خط متفاوتی، اینجا درسته برمیگرده به خط اصلی. حالا اینجا دوباره بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه. یک کتاب دیگری رو، درس دیگری رو مینویسه یا چیز میکنه. معلومه این اولیه بوده برای اینکه مثلا یه صفحه رو درست نوشته، یعنی چهارچوبش درست تره، یه صفحه رو عریضه و یک صفحه رو طویل نوشته، یک صفحه رو نگاه کنید خیلی فرق داره. از نقاط و لکه های قرمز استفاده کرده، احتمالاً برای مشخص کردن اهمیت خبر. بعضی از زیر بعضی از کلمات یا بالای بعضی از کلمات هم خط سیاه کشیده. این نقطه، یه دایره های بزرگی که گذاشته با رنگ قرمز مشخص نیستش که، یعنی من الان نمیدونم اون چیه، احتمالاً. حالا این وضعیت کتاب هست، وضعیت فیزیکیشه. اینجا خط عوض میشه دوباره و اینجا حاشیه نویسی رو میبینیم که دوباره با خط دیگری نوشته شده. از اینجا با یک کتاب دیگری نوشته، بسم الله دیگری روبرو میشیم. از اینجا میفهمیم که این کتاب ناقصه، برای اینکه هر کتابی رو اولش با بسم الله می نوشتن. اینجا هم دوباره با یک بسم الله دیگری مواجه هستیم. احتمال میدم اینا کتاب نیستن، اینا بخش‌های مختلف بحثیه که وقتی بحث قبلی تمام میشه وارد بحث بعدی میشه با بسم الله شروع میکنه. احتمال میدم. به نظر من این کتاب از اینجا به بعد به نظرم قبل میگرده به اون چیز. هم خطش اینجا بهتره، یعنی فرق میکنه. نگاه کنید از اینجاها به بعد خطش خیلی تغییر کرد، حرفه‌ای تر نسبت به اون کتابای قبلی که خوندیم دارم مقایسه میکنم. حرفه‌ای تر شد، خیلی حرفه‌ای هست اینجا دیگه. معلومه که اینجا رو یکی نوشته که خطش خط خیلی جالبی هست. و از چرا جالبه؟
من از نظر هنری نمیگم، برای اینکه برای من راحت خوندن این خط. دوباره اینجا با یه متن عربی احتمالا مواجه هستیم، برای اینکه فکر کنم این روی متن‌های غیر عربی صداگذاری نمی‌کنه، اعراب گذاری نمی‌کنه، یعنی استانداردش نمی‌کنه صداها رو. ولی اونجاهایی که به متن عربی مربوط هست اونها رو چون ترک‌ها، اگر کتاب ترکی باشه، حالا من اجازه بعدم میفهمم که این ترکی هست، یعنی چون ترک‌ها عربی نمیدونستن اونها رو نویسنده فرضش بر این بوده که هر انسان ترک زبان ترکیشو میفهمه، صداهاشو میدونه، میتونه به راحتی اینو بخونه، نیازی به یا تخصص داره، یعنی درس خونده یاد گرفته. حالا این دیگه به یه جایی از علم خواندن و فهم زبان ترکی رسیده که نیازی به اعراب گذاری یا صداگذاری یا استاندارد کردن صداها نداره، ولی چون عربی رو نمیدونه باید روی این صداها رو بذاره تا اون آدم درست بگه. همین امروز هم همینطوره. عرب‌ها، خود عرب‌ها هم وقتی قرآن رو میخونن، برای اینکه قرآن رو درست بخونن اعراب گذاری میکنن، اما وقتی به کتاب‌های درسی دانشگاهی و اینها میرسه یا داستان و رمان، دیگه اونها رو اعراب گذاری نمیکنن، چون اولا اگر اشتباه بکنن به اصطلاح در کلام خدا نیستش که درش تغییر کرده باشه. دوم این که این کسایی که این کتاب‌ها رو، داستان و رمان و کتاب‌های علمی رو میخونن، اینا قبلا رفتن مدرسه و دانشگاه و اینها رو خوندن و با ذهنشون با فرمت نوشته شدن کلمات، با مفهوم کلمات در جمله و سیاق متن آشنا هست. در نتیجه میفهمه که این جمله، این فعل در اینجا مثلا در کدوم باب هست، با چه اعراب یا صدایی نوشته میشه، مجهول، معلوم، متعدی هست. اینها رو دیگه اون ذهن خواننده در چند سالی که آموزش دیده یاد گرفته. ولی ما الان در زبان ترکی متاسفانه این وضعیت رو از دست دادیم. ما الان زبان فارسی رو وقتی میخوانیم، حتی فارسا خودشون بعضی وقتا مجبورن برگردن دوباره از سر سطر شروع بکنن، یه کلمه قبلی رو دوباره تکرار بکنن، برای اینکه زبان فارسی زبان استانداردی نیست. حالا به گفته یکی از دوستان که منم با روی این نظریه موافقم، زبان فارسی زبانی که ترک ها ایجاد کردن و یک نوع زبان زرگری درباری اعیانی هستش زبان فارسی. ولی خب یواش یواش درش ترکا کتاب هم دادن، نوشتن و حالا شده به یک نیم زبان نیست. برای همین قواعد نوشتاری و اینها هنوز هم نداره. من این کتاب رو برسم به آخرش، فکر می‌کنم که الان بیش از 5 دقیقه است که داریم صحبت می‌کنیم. اینجا پایان کتاب رو می‌بینید که خیلی حرفه‌ای دیگه وقتی به آخرای کتاب میرسیم، این احتمالاً بخش‌های آخر کتاب هست، می‌بینیم که خیلی حرفه‌ای نوشته شده و خطش بسیار بسیار متفاوت و حاشیه کتاب برای نقد نویسی مثل اینجا حاشیه نویسی خیلی جا باز گذاشته. ولی خب این قبلی ها اونطوری نیست. حالا برگردیم اول کتاب. من تا الان 13 دقیقه صحبت کردم روی فقط همین جلد کتاب. اوکی، برگردیم اول کتاب و ببینیم که اینجا چی هست. من این کتاب رو الان بزرگش میکنم که دوستان هم همراه. اینجا من صفحه 8 رو میبینم، یه عددی نوشته 8 انگلیسی و یه 7 انگلیسی هم نوشته، نمیدونم کدوم یکی از ایناست. داخل دایره قرار داده. مشخصه که صفحات قبلی این کتاب از بین رفته. البته این صفحه چون در سمت راست کتاب قرار داره، معلومه که این صفحه قبلیش 7 هم اون پشتشه، ولی خب احتمالاً از بین رفته نوشته ها، خیلی
قابل خواندن نبوده یا نمیدونم بنا به علتی از اون عکس نگرفتن. اینجا ما با عنوان مواجهیم. حالا این عنوان چی هست؟ خودشم علامت گذاری کرده، صداها رو علامت گذاری کرده. علائم انشاده، müstemel olan lügatler lügatlerdir. اینها لغت هایی هستش که در اونجا این، حالا اولش یه چیزی هستش که نمیتونم بخونم این رو، مکتوبون هستش، چی هستش اول غنام، حالا ارمک، حالا هر چی بوده این ارمقش رو میتونم بخونم. حبذا مذکور، نعمه نخوش، نوشر yazılış. این عربی. اینجا متوجه میشیم که این کلماتی که با رنگ سیاه نوشته شده عربی هستند و این رنگ قرمز ها ترکی هستند. حالا این شره هستش، چی هستش؟ yazılış. البته این این yazılış، این چرا هویزا ایان، هویدا، با دو چشم باید اینو بخونیم، هویدا ایان، دراد مودت، احتمالا وداد باشه، این وداد مودت، خجسته، فارسیش هم داره احتمالا، اینجا من فکر کنم اینم نوشته، yazılış، نوشت yazılış، خجسته. حالا این قسمت رو نتونستم بخونم، ببخشید، جزله اینجا هستش، حالا هرچی هست. خجسته فرخنده گملو، فرخنده گویلو، دیدار، تلقار، حالا چی هستش؟ دیدار. درخشان، اقان یا اقاز، افاز، نمیدونم. خورشید، آفتاب. حالا اینجا خیلی این آدم خیلی متوجه نبوده که مثلا این ترکی نیست، مثلا احتمالا هم نمیدونم، آفتاب شاید ترکی باشه، خورشید مثلا فارسی، آفتاب ترکیش باشه، نمیدونم. امن سمیم، آزدون، یه چنین چیزی. مسافات، خلوصاً، وداد احتمالاً. هموار، اینجا دایما، احتمالاً همواره هست، اینم دایما. همان، حالا این ر آخرش یه ذره گرده، احتمالاً همون ه هستش. همان چی اینجا دوباره خونده نمیشه. خب بریم یک صفحه دیگر رو ببینیم که مثلا صفحه 10، نه دیگه 10 نمیره، این صفحه رو بخونیم. معارف، هزلر. نگاه کنید، مثلا من اینو نمیدونستم، این اگر هزلر، صدای ترکی رو بعضی جاها کلمات ترکی رو صدا گذاری کرده. هزلر، گل مرادی، دلخواه، گل مرادی. معارب، حاجتلر. حالا اینجا عربی فارسی نمیخواسته بنویسه، اون چیزی که در اون مقطع که این آدم کتاب رو مینوشته، در انشانگاری، در نوشتن نامه‌های اداری، مکتوبات اداری، چه کلماتی به کار می‌بردن به طور رسمی اون رو آموزش میدادن، این هم داره اونها رو مینویسه. دلخواه، گل مراده. فاربون، حاجتلر.
نه بله احتمالاً ایرشمک. نمیدونم این چی عربیشو نمیتونم بخونم یا هر چی هست. ارشمک. مرکوز نهفته. فزونه زیاده. این الان در زبان فارسی استفاده نمیشه. فزونه زیاده. نمیدونم این زیاده، حالا اینا کلمات ادبی اون روزگار بوده برای هر چی که بوده. فایق اعلا. غات دزگیز غاث. احتمالا قیاس باشه این دزگیز. حالا دزگیز چی هستش نمیدونم. رکاب üzengi. پیراسته احتمال میدم پیراسته مزین. غوده معروض. ذریعه وسیله. خب از اینها مهربان چی؟ شفقتلو. فکر میکنم شفقت کلمه عربی هستش ترکیزه شده. مهربان شفقتلو. استدعا دیلمک. مباهات övünmek. این فرخنده مبارک. این یادم رفته بود. قوافل کربانلر. قوافل کاربانلر. قوافل رو، قافیه ها رو به ترکی گفته کاربانلر. باربانی یلکی. احتمال میدم سلکی احتمالاً باشه نمیدونم. باربانی سلکی. شتی سفینه. ساحل deniz kenarı. احتمالاً تموح دلگ. حالا این چی هست نمیتونم بخونم. خب این ظاهراً همونطور که عرض کردم کتاب لغت نیست. این لغت هایی که در متن‌های اداری نوشته می شده اونها رو داره آموزش میده. حالا ببینیم میتونیم بخونیم. سطیر حروف. حالا اینجا یک چیزی نوشته که متوجه نمیشم. باشگاه هم میتونه باشه. باشگاه. سطیر حرف. bir hareke bel 200 308 sene kend esrde رافر. یه چیزی نوشته که نمیدونم از کجا شروع کرده ولی سطیر حروف bir hareke bel 238 sene kense اهدینه رو مخرج افسر خاص فلخا سر آغریان گریسن ساکی سکیزه. نه اینو نمیتونم بخونم. این احتمالاً به ترکیه یه جای دیگری هستش. احتمال میدم میتونم یه چیزایی رو بخونم ولی این خط رو باید تمرین کرد تا یا خیلی سخت نیست خوندنش. ولی آغریان این آغرماق هستش. آغرماق. گریه این چی هست؟ باید گریه سی ساکن ز اکی مصروف اولو نه. حالا اینجا رو نمیتونم بخونم. ببینیم یک چیزی اینجا دیدم به نظرم عدد اومد. نه اینم طالبی ولا نه
طالبی و لانه، نه نمیتونم بخونم متاسفانه. بذار ببینیم آیا میتونیم این صفحه بعد رو بخونیم. بسم الله جلاله و عز نواله. احتمال میدم اینجوری نوشته باشه. اما بعد ضمیر میز داخل پارانتز انگار نفته، انگار داخل پارانتز هست ولی نه. اما بعد ضمیر میز او اهل معارف پوشیده değildir ki her iş bu ilm dünya gayette latif bir ilmidir. Nitekim hamde ala kereme, nitekim hakkım، حالا من اینو حقمده میخونم ولی احتمالاً حالا با کلمات این آشنا بشیم شاید بیایم و این رو درست کنیم. علا کرمهی متعالی و وجهه بوردو گل موافق راه کسر بالکتاب. حالا این نمیشه دیگه، اینجوری نمیشه. موافق یا مواد راد کسه بالکتابت و این الکتابت من اهم الامور. حالا من این امور رو اینجا اگه درست خونده باشم به خاطر حدیث میتونم یواش یواش با این مثلا اهم و حالا ما اینجا متوجه میشیم که میم رو چه شکلی می نویسه. مثل را می نویسه اهم الامور، امور و اهم الامور امور و من اعظم سره. حالا اینجا یعنی سر در اعظم سر در، یعنی اولا دیگر کاتبلن سنفیله اولور ایلمکله اولو ایلمکله سعی و اهتمام ادک. زیرا کتابت جمله سنفیلرین اشرفی و غایت کرکلو سیدر. حالا اینجا باید اگر این جمله رو خوب بخونیم میتونیم حالا اینجا بفهمیم که این کرش چی هستش. ادک زیرا کتابت جمله سنفیلرین اشرفی و غایت جرکلوسیدر. اوکی، حالا این کلمه رو هم یاد گرفتیم که این جرکلو سیدر اولا کاتب مکاتب احتمالاً اولانلره. اولا کاتب مکاتب اولانلره. مکاتب یعنی جاهایی که کتابت میکنن، مینویسن، مثل روزنامه که امروزه هستش همه میرن اونجا کار میکنن. حالا یه دایره های اداری بوده که انسان ها رفتن اونجا کتاب ها رو مینوشتن یا یه چیزایی که اونجا داده میشد اونجا مینوشتن. اولا مکاتب اولانلره گرک درکی. حالا این گرک رو از اینجا دیگه به بعد فهمیدیم. گرک درکی اعلا ایلا اونا. حالا اینجا این چی هستش؟ اعلا ایلا اونا یا ادنا dafran Leyla emsaliler mürtebitlerin bilüp خب gerektir ki ala illa adna ve vafiran lila
emsaliler mürtebitlerin manاشو nefahmidim اینجا یعنی این چیه mürtebitlerin bilib ana göre dua ve sena tahrir eyliye هر ایلیه اینجا این هر چی هست نمیدونم احتمال میدم که این اضافی نوشته در سطر بالام هستش و دخی مذکور مؤنثن و تشبه جمعیدن و مخاطبی آتبدن فرق ایلیه احتمالا اینا حالا دوباره بخونیم یواش یواش دارم من با این دستخط آشنا میشم اگه بتونم یه 10 صفحه بخونم این کتاب برام میتونم برگردم و حالا این رو خوب بخونم و دقیق مذکور مؤنثن و تشبه جمعیدن و مخاطب من اینو آمدن میخونم عام ولی اینجا یه دسته دار بالا گذاشته یه نقطه زیر گذاشته نمیدونم آتبدن میتونه باشه آتبدن فرگیلیه و اعراب قیمیه و مستعمل علمیان الفاظ و عباراتی یا یازمیه و آخرینده تمام ایلدگی محلده تاریخ یازه مکتوبون رکن اعظمی و شرط مؤکدیدر خب حالا تا اینجا دیگه داره یه مقدار روانتر میشم و مکتوبلا اینا مکتوبلاست این بالا یه جایی بود که اینو نتونستیم بخونیم این مکتوبلا رو حالا اینجا یاد گرفتیم که اینجوری می نویسه الفاظی معنوسه استعمال و بلاغته اشتمال علمق کاتبن آداب لازمه تنوینندندر احتمالا یا تنون لدر زیرا سلامت تعبیر و نزاکت کلام محسنات انشا دندر خب حالا دیگه یه مقدار بهتر دارم میخونم شاید هم خطش داره تغییر میکنه برای اینکه این خط با اینجا خیلی فرق میکنه و اینجا اولش هم سخت نوشته بود اینجا دیگه بهتر نوشته یعنی این خط بالایی با این خط پایینی یه مقدار به نظرم بهتر هست پایینی برای من که اینو میخونم اونادن اعلایه مکتوب ادنادن اعلایه مکتوب در ده مکتوب ده از ادنا از انسان‌های سطح پایین به مقام‌های سطح بالا ادنادن اعلایه مکتوب ده حالا اینجا چی گفته بود در مورد اهمیت این کتابت نوشت و نقطه گذاری و اعراب و اینها این هرچی هست آبدن فرگیلیه خب برگردیم حالا این رو اگه یه چند صفحه بخونیم دیگه دولتلی عنایتلی مروتلی رأفتلی و ولی نعمت بیمنت احتمالاً کی مرحمتگانی افندم مرحمت چانی افندم ازم غای آلیشن نمای آلیشن این اعظم من دارم افندم اعظم احتمالاً اهم
البته اینم نه اهم نیست. این چیه نمیتونم بخونم، احتمالاً همش رو میتونم ببینم، ولی این سهم نمای افندم حالا چی هستش اینجا احتمالاً نمیدونم. نمای عالیشان حضرتلری. حالا برای یه نامه میخواد برای یه مقام بالادست بنویسه دیگه، اینجوری دولتلی، عنایتلو، مروتلو، رعفتلو، ولی نعمت، بیمنت، مرحمت کانی، افندم. حالا این سلام هستش، احتمال میدم که این خلاصه حروف یک کلمه هستش. نمای عالیشان، نمای عالیشان حضرتله نیلتا خچای شریفلری نه. حالا این چی هستش نمیدونم، این نیلت حضرتلری نه، نیلت یک کلمه هم اینجا هست، خچا دارم میخونم، خچای شریفلری نه، کمال تعظیم و تکریم و خضوع، هم اعجز و افتقال ایله، دویمال نیازم فرسوده گلنوب، فریزه. حالا این چیه؟ عهده چاکرانم اولان، فزنی و ایام عمرو دولت، دولت و اقبال وار صفا، حالا اینجا عجل الله چیه؟ مجد و جلالری، دعوای محلوس البال، ادا و تهیت احتمالاً باشه، تهیتی، گلندگی، خدلنده یا خدنده، عریضه بنده دیرینه و عبد صدامه یا حدامه، گل اشتمالleri budur ki مقوم و مؤخر عالی همت، مؤخر عالی همت، سامی منزلت، افندیمدن، غریبی، مددکارم و حالا از این بگذاریم. به هر حال کتاب خطی قدیمی ترکیه اداری هستش. این کتاب رو الان خیلی در ایران امروزی شما این کتاب رو خیلی نمیبینید، این نوع کتاب ها رو. زمانی که من در سال مثلا فرض بکنید که تا سال 56 57 58 که انقلاب شد و بعد از انقلاب یک کتاب هایی در کتاب فروشی ها و روزنامه فروشی فروخته میشه به نام نامه‌نگاری یا انشا و نامه‌نگاری، که بسیاری از بچه های محصل های اون دوران اون کتاب رو میگرفتن از روی این انشا می نوشتن. برای این کتاب ها رو نوشته بودن که برای هر اداره شما، برای هر کسی میخواید نامه بنویسید، اونو برمی داشتید کپی میکردید، مینوشتید، میدادید به اون اداره، اون فرد. حالا احتمالاً اگر خود شما یه استعدادی هم در نوشتن داشتید، میرفتید اون کتاب رو مثلا اون نامه‌ای که میخواستید بنویسید اون رو انتخاب میکردید، بر اساس نیازتون یه تغییرات جزئی درش میدادید. ولی خب این کتاب هم ظاهرا در رابطه با اون هستش. الان این فصلی که اینجا میخونیم، این یه نامه رو مینویسه برای یه آدمی که برای یه رئیسی مینویسه، برای یه مقام اداری، سیاسی، نظامی مینویسه. حالا یه درخواستی داره، اینجا
اون رو میخواد به یه نمونه براتون بنویسه که آقا برید اینجوری بخواید. حالا کتاب رو خیلی نتونستم اینجا رو بخونم، ولی خب قابل خوندن هست. یه مقدار اگر وقت بذاره آدم یکی دو بار این 10 صفحه از این کتاب بخونه میفهمه. taraflerine haile guruş ve verip defterin tahrir ve peyamın canib gullerine testir buyurulmak niyazıyla arz hal cakiranım terakkime اجسار و مرگوعنیزه saadetgararları kılındı. İnşallah Teala رسیده هاشاد. حالا اینجا دیگه نمیتونم بخونم، بریم. حالا اینجا امضا هم میکنه از سید محمدی آخر کتاب. حالا اینجا دوباره این کلمه‌ای که در این بالا بود ما نتونستیم بخونیم، اینجا افندم سمه هرچی هستش، اونجا یا سلام دی یا هرچی هستش، اینجا دوباره همون رو گفته ست میم یا سلام هستش یا حالا یه چیزی دیگه. اینجا حضرتلرinin از سید محمدی، این امضاش هم اینجا هست. پدرن oğlundan mektup. Pedere oğlundan mektup. Da bu سیاق üzere تحریر olunur. حالا یه پسری میخواد به پدرش نامه بنویسه. چجوری مینویسه؟ میگه به این سیاق نوشته میشه. حالا اینجا از امضا جالبه، نوشته اون بالایی از سید محمدی حمالیه. یه حمالی بوده، یه نامه می نوشته برای یه آدم چیزی. خب حمالی پایین ترین سطح شغل بوده، در نظر گرفته این رو و میخواد برای یک مثلا رئیس دولت یا رئیس اداری، استاندار، فرماندار اون زمان، رئیس دادگاه، اینا نامه بنویسه. اونجا اون چیزش هم گذاشته. حالا این دوباره با قرمز نوشته که من اینو پدرن میخونم ولی پدر ممکنه نباشه. پدرن oğlundan مکتوب داده bu siyah üzere tahrir olunur. حالا اینجا دوباره یک نامه نوشته سعادتلو عطوفتلو. حالا لها مثل دندانه نوشته شده. حالا دیگه اینجا متوجه میشیم که لام ها مثل دندانه نوشته. سعادت لو، ت و ل به هم چسبیده مثل نقطه میم و دندانه شده. ببخشید میگم نقطه. سعادت لو، این ت ل این مثل میم و با یه دندانه، میم و دندانه نوشته شده. سعادتلو عطوفتلو مزید مکرملو سبب وجودم باعث حیاتم. حالا اینجا یک چیزی هستش که مثل ر یه هستش، تاج مباهاتم. احتمالا این یه خطی کشیده، نمیدونم، شاید هم یه چیزی هستش، یه علامتی هستش. تاج مباهاتم پدر اعز و اکرمم افندم. بازم این افندم اینجا سه میم رو گذاشته. سلام الله علیهم یا حالا یه چیزی در این مایه ها، این سه میم یه چیزی می نویسیده. آغاسجا جمیل ایشم، جمیل ایشم حضرتlerinin. حالا اینم دیگه اینجا باید یاد بگیریم که این حضرت رو مثل حاضرتlerinin می نویسه.
جمیل اشیم. حالا این جمیل میتونه باشه یا نباشه. ağası من اینو میخونم. ağası Cemil işim Hazretlerinin navi bizim nadiyen bizi bazm nezerlerine. این چی میشه؟ navi bazm erem nezerlerine مراسم توقیح و احترام توقیح و احترام و کمال آداب اولادنا ایله در حالا اینجا اوار در اوار صافیات. حالا این چی هستش؟ دوباره صافیات و ازر تسلیحات زاکیات اتحاو. حالا این و اهدا و لوازم افتحاسی طبع زمانه لری کما ینبغی مرئی و معدی ملحق یا ملحق هم میتونه باشه، البته یه خ داره. galxu siyaqının malxu siyaqının زمیرمیم مهر تنویرlerine. حالا این دیگه باید خوند دیگه، باید یواش یواش این رو خوند و دید که چی نوشته برای پدرش. حالا اینجا هم پدرندن اغلونه مکتوب. حالا اگر پدری به پسرش بخواد نامه بنویسه به فرزندش، حالا این پسرش رو در نظر گرفته، میتونه به دخترش هم باشه یا به کسای دیگه‌ش هم باشه، یه نامه از اونجا به بعد. حالا اینجا حالا بذار ببینیم امضای پسر چی بود؟ اون پسر امضا چی زده بود؟ اربو باقی هم آن غنچه عز و اقبال که شاد دام باد. ای حالا هر چی بوده دیگه این امضا نکرده. ای چی؟ علیله. اینم امضاشه. خب کتاب به زبان ترکی هستش. خیلی از این لغت ها که استفاده کرد معلوم که حداقل 700-800 سال این سابقه داره این کتاب. من الان صفحه چندم هست؟ دقیقه 48م. اینجا با قواعد به بیان قواعد رقام. حالا اینجا بعضی از کلمات رو هم علت این که نمیتونم بخونم به خاطر اینه که من با اون فرهنگی که در اون زمان اون نامه رو یا اون کلمه رو مینوشتن هم آشنا نیستم. این هم یکی از مشکلات در کنار اون هست. حالا ارقام رو چجوری مینویسه؟ اینجا اون رو داره آموزش میده که برای نوشتن ارقام در نامه های رسمی یا مکاتب رسمی باید چجوری استفاده. این یه مدرسه بوده به نظر من، هنوزم همون چیز رو در نظر دارم که این یه مدرسه بوده، در اونجا آموزش میدادن علاقمندان به کتابت رو. نصر اصلنده نصرن ایدی. خب حالا اینجا یه بحثی رو کرده، من فکر کنم عربیه ولی دیدم صداگذاری کرده ولی ترکیه. نصر اصلنده نصرن ایدی. نصرایی نصر müştakilmak muradi ettik. Anda ettikin anda kaide var imiş. Kaide buyurmuş ki
Nasrün eyni fiilini, حالا اینم eynal fiilini maftuh kılarlar imiş. Bize maftuh kıldık. Biz de maftuh kıldık. Nasaran oldu. Fiil mazilerin ahiri fetha üzere nabi olduğu. حالا این چی هست؟ نبی تبیین olduğu için ahirinden tenvin düştü. Nasara oldu. Yansuru aslında nasara idi. حالا داره آموزش میده که نصر ینصرو نصر چجوری میاد. داره میگه که حالا نصرن بوده، یعنی مصدر رو میخواد بگه که مصدر چه شکلی بوده، ما ازش چه شکلی اینو ساختیم. ینصرو اصلinde نصره ایدی. نصرeden ینصرو müştak kılmak murad ettiğin anda kaide var imiş. Kaide bu imiş ki Nasrinin evveline, Nasre'nin evveline huruf ateyn bir ya getirirler imiş. Bir ya getirirlermiş. Evveline hurufi atin الف ت ی نون از اینها. حالا اینو چرا میگه که ینصرا ینصرون، تنصرا تنصرین، انصرو ننصرو. این برای همین اینو میگه که این حرفا رو الف ت ی نون bir de یا getirir. حالا یا هم میاد، اونم که گفتیم getirirleriymiş. biz de getirdik sükun ile iptida müteazzir eyledik. Sükun ile iptida be sükun olunsun için ya feth ile hareket verdik. Yansıra oldu. Arba harekat mütevaliya cem'i lazım geldi. Cem'i caiz olmadığından cem'i lazım geldi. Cem'i lazım olmadığından için fail fiilini sakin kıldık. نگاه کنید حالا این صداها رو گذاشته، خیلی خواندنش بهتر شده. البته دستخطش هم با فرقی، هم با صفحه‌ای که قبلا می‌بینیم هم با صفحه قبلی خیلی فرق داره. یعنی این دستخط رو خیلی به راحتی میخونم، در این حالی که متن رو هم صداگذاری کرده به راحتی میتونم بخونم. ینصر اولدی باب ینصر اولدی باب bun evvelden oldu, bab evvelden olduğundan için aynı fiilinin fethesini zemmiye tebdil ettik. Yansuru oldu. Gavasib ihtimalen gavasibden cevazimden tevasib ihtimalen yine başı. ناسبلر شاید گواسب باشه. گواسبden cevazimden hali olan مرفوع olduğu için allam alif fiiline مرفوع kıldık. Yansuru oldu. Nasirun aslida yansuru idi. Ya muzari germin حذف eyledi ettilla ismi fail
eceli meçhun gasi ile eyn bil ne bir alif getirildiler. Nasi ihtimalen inem nasi ile eyni bir eyni bir ne bir alif getirdiler. İptidai مستر oldu. حالا اینجا دیگه دوباره بهتر می نویسه ابتدا ممکن olsun için نون فتحیله حرکه verdiler nasiro olar tahkik için tahfif için sarik sadun zemmesini kesriye tebdil ettik. Tebdil ettik. Nasırı oldu. اسمیت تمکنی. حالا دیگه اینجا داره آموزش زبان افعال فعل سازی و مشتق سازی چیز رو میده، عربی رو به زبان ترکی داره آموزش میده. اینجا تمام میشه. بسم الله. اصلینده سماوهو یسمونهو سمو ایده. بسم الله رو حالا داره میگه که بسم الله اصلینده سماوهو یسمونه سماوه یسمونه دن یسمودن سمو. حالا اینجوری دارم یواش یواش متوجه میشم. اصلینده سماوه یسمودن سمو ایدی غیر قیاس üzere و حالا دیگه ادامه ندیم، خیلی الان وقت گذشته. اینجا داره افعال رو دیگه استفعال افعال حالا این چیه نمیدونم افیلال. اینجا باب ها رو اینجوری حالا تلاش کرده که یه شکلی اینها رو نشون بده که متوجه نشدیم. بریم کلمه بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا و حالا هره هستش الله ذوالجلال حمد و ثنا و رسولی محمد مصطفی و آل و اصحابی üzere صلوات و سلام در sonra. حالا اون و ما بعده و بعد اما بعدهنی yerine sonra biline her عاقل و بالغ حالا اینجا یه مقدار این کلمات رو بلونه sonra بلونه که هر عاقل و بالغ مکالفن اقرarine نشر risalenin içinde olan mesail dinlesini taallüm edip mesail dünyasını taallüm edip taaddüde mucer muktezası ile amel eylemek farzdır ki dünyada ve ahirette muradına hasıl ola. Eğer surslar Müslüman meskendirseler eğer sorsalar Müslüman mısın deseler sen et elhamdülillah
Hakka Müslümanım diye elhamdülillah demek ne demek? Allah Teala o övmek, Allah Teala'yı övmek ve zamandan biri Müslüman şirk galu bela شین حالا اینجا یه کلمه‌ای هستش که نمیتونم زمانندن بری مسلمان قالوا بلا رما زمانندن حالا این کلمه اومده زمانندن بری مسلمانم زمانندن بری بری yok اونجا هم باید بری میخوندیم زمانندن بری مسلمان میشیک احتمالا مسلمان حالا مسلمان نمیدونم قالو بلا زمانندن بری مسلمانم قالو بلا قالو بلی زمانی ندیر لرسه قالو بلا بلی زمانی ندیر لرسه ندیر لرسه جواب verer ki Allah Teala حالا این تعالی اینجا اینجوری شده جمیع روحleri yazdub خلق etti yazub احتمالاً حالا اینجا یه چیزی نوشته که متوجه نمیشم yazdub خلق etti sual etti ki ben sizin değil miyim? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Dedi cümle-i ervah bela Rabbimizsin. حالا اینجا سن مسلمانسın. اینجا اون بالا که نتونستی اون هم تعالی övmek ve zamandan beri Müslümansın galu bela zamanından beri Müslümanım galu bela ve galu bela galu bali یا بلی اینا بلی بخونیم حالا اینجا بلی احتمالا هستش زمانی nedir deseler حالا بگویند جواب ver ki Allah Teala cemi ruhları yazdub halk etti sual etti ki ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi cümle ervah beli Rabbimizsin dedikleri o zamaniden sen var mıydın benim ruhum ya bedenim var idi Allah Teala bu hitabında etti hitabı nede etti میگه اگر اون زمان روحمان وجود نداشت خداوند این خطاب رو چرا در کتاب قرآن آورده که من اینجوری گفتم بهشون خطابی nerede etti مکه ile طائف arasında حالا در بین مکه و طائف اینها رو طائف هم این مدینه‌ای که ما امروزه میگیم یا سماع دنیاده arasında یا سماع dünyada yağanda ya Kabe ile Beytül Haram'a etmiştir. حرامیده etmiştir. حالا داره میگه که در کجا و این حرف رو خداوند در کجا گذاشته. یه چیزی داره میبافه دیگه. خدا رحمتش بکنه. اگر سرسل ربین کیم اگه بپرسن ربت کی هست الله تعالی بنی ربم آخر زمان پیغمبری محمد مصطفی علیه السلام دینün kim dinim İslam
Qalbün kim? Qiblen kim? Qiblə Kəbə, Kəbə-i Şərif. Kitabun kim? Qur'an Azimüşşan و kimin. حالا داره یه آموزشایی رو میده که گولوسون kimin gulusun kimin gulusun Allah Teala'nın guluyum. بنده. گول اینجا به معنی بنده یکی هستی. عبدهو. kimin ümmetindensin. آخر zaman peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin ümmetindenim. kimin milletindensin. millet رو جدا میکنه از، نگاه کنید، از امت جدا کرد. kimin milletindensin. اعتقاد اهل سنت و جماعت ملتزیم احتمالاً ملتیندنم، ببخشید، اعتقاد اهل سنت و جماعت ملتیندنم. عملده امام اعظم ابو حنیفه ملتیندنم. نگاه کنید هر چقدر کوچیکتر میشه از اون اسلام تبدیل میشه به ملت. امت تمام کسانی که پیغمبر رو قبول دارن، اینجوری یه پیغمبری رو، هر چقدر اون شاخه ها کوچیکتر میشه در داخل این امت تبدیل میشه به ملت. kimin milletinden اعتقاد اهل سنت و جماعت ملتیندنم. عملده امام اعظم ابو حنیفه. حالا اینی که خودش امام حنیفه رو قبول داره، یه عده هم امام های دیگر رو قبول دارن که 5 تا فعلا 5 تا امام داریم که شیعه ها امام جعفر صادق رو قبول دارن، اونها هم امام اعظم ابو حنیفه ملتیندنم. kimde zürriyetindensin. kimin zürriyetindensin. از تخم و ترکه کی هستی. kimin zürriyetindensin. آدم علیه. حالا داریم یواش یواش به این کتاب عادت میکنیم، یعنی با اینکه خیلی ازش نخوندیم اما داریم به این کتاب عادت میکنیم و یواش یواش میتونیم اینو بخونیم. آدم علیه السلام zürriyetindenim. تشدیدم گذاشته روی ره. zürriyetindenim. اگر sorsalar etikade mezhebin, etikade mezhebin kimdir? Ehli sünnet ve cemaat mezhebidir. Manası Resulullah aleyhisselam ve ashabi ve cemaati her ne etikad üzere oldular ise منم هم بندخی او اعتقاد üzerine demektir. اعتقاد cümle مذاهب 73'dür. حالا اعتقاد 73 تاست میگه، بیشتره. حالا این خیلی بیشتر بود. 73 نمیدونم چرا این مونده دیگه، میگن 73. اینو همیشه میگن. اعتقاد ده cümle مذاهب 73'dür. Biri haktır, ol ehli sünnet ve cemaat mezhebidir. Gayri mezhepler hatadır asla. Asli yoktur. Hatadır asla, asli yoktur. Eğer sorsalar amelde mezhebin kimdir? İmam-ı Azam Ebu Hanife mezhebidir. Manası İmam-ı Azam Hazretleri ayetleri anın Kitabullah'dir ve hadis Resulullah'den gelip çıkarıp dahi meseleler ile amel ihtiyar ettim. İmam-ı Azam kimdir? Nu'man ibni Sabit ibni Tavus ibni
هرموز ابن نشر واحد عادل واحد adildir. Ben şerifleri, adilin şerifleri adildir. Ben şerifleri 70. Sinni şerifleri 70'tür. Hac şerifleri 55'tür. Her Ramazan ayında 61 ختم قرآن ederdi. روزی 2 بار میتونسته قرآن ختم بکنه. مرد حسابی نمیتونسته ختم قرآن ederdi ve Resulümüz onun hakkında 3 kere sırahi ümmeti buyurdu. Siraci ümmeti buyurdu. حالا اصلا این وقتی این آدم متولد شده خیلی وقت پیش حضرت محمد فوت کرده بوده، در حالی که حدیث جعل کردن که 3 بار گفته که سراج ümmeti 3 kere سراج ümmeti buyurdular. Yani İmam-ı Azam ümmetinin çırağı ve meşalesidir. حالا امام اعظم رو بذار ببینیم اسمش چی شد. ابو حنیفه دیگه ها، مذهب امام حنیفه بود اگر اشتباه نکنم. میخوام اسمش رو بنویسم اینجا، ببینیم گوگل بکنیم ببینیم در چه سالی این امام اعظم ابو حنیفه. تمام، بریم گوگل رو ببینیم که گوگل چی میگه. ببینیم این امام اعظم ابو حنیفه. حالا اینجا ایرانی ها نوشتن، اینو نخونیم. الله اعظم، الله اعظم ابو حنیفه رحمه و مرتبه مقامه، وزارت ارشاد حج و اوقاف. اینم بازم ایرانیه، اینم باید بریم بیرون. مقام و مرتبه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله 17 شعبان معظم. حالا این در تاریخی که اینو نوشتن 1444. حضرت امام، بذار ببینیم اینجا چی نوشته. سیرت امام ابو حنیفه. تاپیک added date، این مربوط به اون هستش. احتمالا این یه مقاله هستش که باید دانلود بشه، شاید هم کتاب باشه ولی نمیدونم کجا هست چه شکلی. حالا از این بریم بیرون، بذارید ببینیم. این هم که باز دوباره ایرانی ها نوشتن، اینم بریم بیرون. حالا بذارید یک کلمه PDF رو برداریم. همین به فارسی هم بنویسیم که تاریخ تولد بنویسیم ببینیم. امام ابو حنیفه date of birth 699. حالا از اینجا مشخص نمیشه، بذار ببینیم اینجا. ابو حنیفه نعمان ابن ثابت. ابو حنیفه باز اینجا گفته Persian Muslim scholar, jurist, theologian, ascetic and eponym of the Hanafi school of Sunni jurisprudence, which remains the most widely practiced to this day. حالا اینا رو ورش بکنیم. Born
کوفه عراق. حالا من نمیدونم این تو کوفه و عراق به ایران چرا پرشین چه ربطی داشته. 699 چیز. حالا دد اینم که اون هستش، بذارید اینو 150 هجری. نعمان ابن ثابت ابن زوتاد ابن مرزبان مکنا و مشهور انو حنیفه 80 تا 150 هجری. پیغمبر چند سال بعد از هجرت فوت کرده؟ 10 سال یا 20 سال، احتمال میدم 23 سال. نه 23 سال پیغمبر بوده، فکر میکنم 10 سال تو بعد از هجرت فوت کرده. به هر حال 10 سال 20 سال فرقی نمیکنه. این آدم سال 80 هجری متولد شده، 150 هم مرده، یعنی 70 سالش هم عمر کرده. خب این آدم رو پیغمبر که ندیده چطور میتونه بگی که سراج امتی؟ فقیه و متکلم نامدار کوفه و پایه‌گذار مذهب حنفی از مذاهب چهارگانه. حالا چون اینا ایرانی‌ها نوشتن اومده فوراً اینو مرزبان کرده، فوراً ایرانی‌ها اومدن براش یک چیز ساختن. از مذاهب چهارگانه اهل سنت پیروان ابو حنیفه را حنفی مینامند. ابو حنیفه از حماد ابن ابی سلیمان و از ابراهیم نخعی و الگمه ابن قیس شاگرد عبدالله ابن مسعود علم فقه و حدیث و اخذ و تلقی نمود. اصلا پیغمبر رو ندیده که این حدیث رو زده باشه، اما داره می نویسه دیگه، نویسنده است دیگه، میخواد اون اعتقادش رو به مردم غالب بکنه. حالا اینم یه مقدار ازش خوندیم، به نظر من جالب بود. حالا از نظر ترکی ما داریم نگاه میکنیم، از نظر اینکه از نظر دینی درست باشه یا نه، عقلی باشه یا نه، اینها رو هم میشه بررسی کرد. این کتاب به هر حال برای اینجور چیزا بازه. معلومه که یک چیزی داشته، تعصبی داشته و داره. من تلاش میکنم که یکی دو صفحه دیگه از این کتاب رو بخونم. بذار ببینید اینجا این نقطه ها که گذاشته اینها برای چی هست. آیداد چطور شد اومده اینجا؟ بریم صفحه میخواستم اون چیزها رو بخونم که متاسفانه. حالا اینجا با یه بخشی از کتاب مواجه هستیم که خیلی خوشخط نوشته. نه یک کتاب دیگر رو داریم ورق میزنیم. فکر دیدم اوکی کتاب دیگری رو داریم ورق میزنیم. اوکی حالا اینجا sünnetlerin müstehaplerin birini teraya که eylene bu kürün gömün. حالا اینجا رو دیگه نمیتونم بخونم، این دیگه یعنی ağzının budurnuni hususini yere ilga etmek düstlüğü beynindeki taam yutmak beynindeki taamı yutmak az olursa ama cuğa oldursa namazı bozura گرایی. اوکی اینجا رو دیگه بازم نتونستم بخونم. بذار ببینیم از اینجا چی. این خط رو دوستان باید زحمت کشید، خوند دیگه، یواش یواش خوند، عجله نکرد، چند بار این رو خوند تا بشه این رو درک کرد. حالا این سطرهای اینجا رو احتمالاً من به سختی بخونم، ولی اینجاها رو فکر میکنم بازم میتونم راحت تر بخونم. علماقی قلبی جمیعاً معاً سیدن بالا اتمک،
etmaline yaqin olmaq. 5 vakit namaz cemaat ile muhafiz etmek. Zulme halgin malini yememek. Allah Teala aslen şirk etmemek. Zinadan mutlaka geçmek. Yalan yere yemin etmemek. Yemin qasam خوردن. Sadaka muqabilində mən və eza etməmək. Hasan Basri Hazretlerinden rivayet olundu ki herkes bu 51 farzlerin, حالا این بالا فرضهای 51 گانه رو میشمرده که من ندیدم. Bu 51 farzlerin bülüb ve cümlesi ile amel ederse asi olup yevmi kıyamette üzri makbul olmaz. Eğer soralar iman tez gitmenin sebepleri, eğer sorsalar imansız gitmenin sebepleri sorsalar 27'dir. 7'dir. 7'dir. Yaramaz اعتقادهای بیفایده. حالا دیگه از این قرار دوستان من میخواستم حالا کتاب دوم رو هم بخونم که بذاریم بمونه. اینجا دوباره بسم الله الرحمن الرحیم، حالا 3. یعنی این بسم الله رو در اینجا نوشته برای اینکه یه روز دیگری بوده که میخواسته بنویسه. البته این قسمت ها خیلی خوب نوشته شده، من اینجاها رو خیلی به راحتی میتونم بخونم. آب احتمالاً یا مرکبی جاری شده روی کتاب، روی وقتی بسته بوده روی این بالای کتاب که صفحه ها دیده میشه، نه شیرازه کتاب، اونجا مرکبی آبی جاری شده، یا احتمالاً بگیم که روی زمین بوده یه چیزی اینجوری آب یا مرکبی رفته داخل صفحه ها. متاسفانه کتاب آسیب دیده. اینجا با یه مطلبی روبرو هستیم که باب استنجانون مکروهی بیاننده‌دür. استنجانون مکروهی مکروهلری 25'dür. 25 تا مکروه داره. اول کسی سویا işemektir. شاشیدن در آب مکروهه. ببینید حالا مسلمونا معمولا این کارو میکنن، میرن داخل آب شاش میکنن و خودشون هم اونجا میشورن، اون پایین دستی ها هم از اون میخورن. İkinci o gün vardın kıbleye dönmektir. O gün varsan kıbleye dönmektir. O gün varsan göne dönmektir. حالا این چیه؟ این اوکن varsın قبلیه dönmektir. احتمالا وقتی داره چیش میکنه یا چیش میکنه رو به قبله یا رو به خورشید باشه. Üçüncü oyken میشه احتمالا اوکن avardın آیه dönmektir. حالا این هم یه چیزاییه که دیگه من متوجه مفهومش نمیشم. این هم بازم ترکی هستش، ولی جالبیش به اینه که با صداگذاری نوشته. این کتاب یکی از زیباییش اینه که هر بخشی رو لااقل با صداگذاری کرده، یه چند بخش رو صداگذاری کرده و میشه از روی اون ترکی رو خوب فهمید. هر چقدر جلوتر میریم نوشتار بهتر میشه و میشه این کتاب رو به راحتی خوند. Bu مسئله ابن همامده هدایت شرحنده ذکر المشتور. یه آدمی هستش که کتابی به نام هدایت نوشته که در شرح اون ابن همام یه چیزی ذکر المشتور
حالا اینم از اونجا دیگه بیش از 1 ساعتی که داریم، 1 ساعت و نیم شده تقریبا این کتاب رو تمام بکنیم و ببینیم آیا میتونیم یک کتاب، یه تاریخی چیزی ازش در بیاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبد مارق مفقود زادن 8 ahkamın sudurinde 2 şey mabininde müpteladır. Ya Allah Teala'ya mutlak دو فضلا ثوابه نائل olur. حالا حضرت رسول صلی الله علیه و سلم اونم که از اینجا باز دوباره بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الله تعالی حمد و سنادن و رسولنا و دخی اول اصحابنا صلات سلامدن سنره معلوم اوله که حرف مد اوجدر. حرف مد اوجدر و او یا الف واو یا الف در. واو یا الف در. حالا این دوتا واو و الف مده، روی اینها صدا رو میشه کشید او اینو. اما واوندن واو نه زمان حرف مد olur و واو ساکن olsa ما قبل مضموم olsa او زمان حرف مد olur. اگر واو ساکن حرف قبلیش آ یا ا باشه میشه این رو مد کشید. مثال اعوذ کبی، اعوذ قبل از واو ا داره. اما یا نه زمان حرف مد دولور. حرف یا چه زمانی مد میشه؟ یا ساکن اولسه ما قبل مکسور اولسه او زمان حرف مد دولور. حالا داره در مورد مد، قرآن خوندن و آواز خوندن و اینها رو اینجا یاد میده. خط دوباره تغییر میکنه اینجاها. قلم، البته خط نه، قلم تغییر میکنه. قلم یه مقدار هم درشته هم چیز نکشید. یه پلیسه میگیم به ترکی، پلیسه var تلیشکسی var. در نتیجه قلم مرکب رو خیلی چیز میکنه. یا الله اگه بتونیم یه تاریخی برای این کتاب پیدا بکنیم خیلی عالی میشه. دوباره اینجا میبینم که نصر و ینصرالله اینها رو آموزش میده. اینجا چیزی در مورد تاریخ وجود نداره. اینجا دوباره یه مطلب جدیدی رو شروع میکنه. نطفه منی سویی، نطفه منی سویی علقه. حالا داره از قرآن یه چیز میاره که نطفه از منی به وجود میاد. بذارید بریم آخر کتاب، دیگه خیلی طولانی شد. ببینیم که آیا میتونیم این کتاب باز صفحاتش ناقصه دوستان. اینجا نوشته الفقه این صفحه بعد مطلبش ادامه خواهد داشت صفحات بعد، ولی متاسفانه از بین رفته. در نتیجه ما با یه مطلب ناقصی مواجهیم که نمیدونیم. بذارید ببینم این عربیه یا فارسیه یا ترکی، به چه زبانی نوشته شده. اهل سنت و الجماعتی المسئول ان نبل این عربیه. لما انه لا يكون في زمن النباع تدوین و کل شیء. اوکی اینم عربیه. این دیگه عربیه. متاسفانه این کتاب، بذار ببینیم روی این جلد بسم الله الرحمن الرحیم، روی جلد حالا یه چیزی این آدم نوشته بعدن، یعنی اون کسی که احتمالاً کتاب رو خریده. این هم که چیزی نیست. اگر بتونیم اینجا یه تاریخی در بیاریم، لااقل در زمان قدیم ظرف زمان
اینجا ستاره کشیده، داشته تمرین میکرده روی کتاب که ستاره رو چجوری بکشه. هر kim bu defterden میاخد okuyar. Her kim bu defaküddürü میاخد okuyar. یه چیزی گفته که معلوم نیست چی هست. کتاب ناقص، متاسفانه تاریخی ازش در دست نیست. جالبه که احتمالاً کسی هم این کتاب رو بعداً نخونده که از طریق متن بفهمه که این کتاب در چه تاریخی نوشته شده. والا نمیدونم، اولش هم نبود آخرش هم چیزی ندیدیم. احتمالاً این وسط ها آدم اگر این کتاب رو بخونه میتونه در بیاره که در چه زمانی نوشته شده. من از طریق این حدس میزنم که در دوره عثمانی، حداقلش در اواسط عثمانی نوشته شده، یعنی خیلی چیز باشه حدود 350-400 سال پیش نوشته شده. از کجا میگم؟ یکی از دلایل اینه که این کتاب برعکس اون بعضی ها که حدود 200 سال پیش نوشته شده خط آبی داره مثل دفتر نداره. این نشون میده که این کتاب قدیمی تره. یکی از دلایل اینه که یک نوع انشانگاری رو داره آموزش میده که اون هم مربوط به یک زمان دورتری هست، مربوط به زمان نزدیکتر به ما نیست. از این طریق چیزها و اینکه اگر کتاب رو ما سطر به سطر میخوندیم احتمالاً از طریق همین اعداد و ارقام و نوع چیز میتونستیم در یه احتمال، نمیگم که 100% میتونستیم سال رو در بیاریم، ولی میتونستیم دهه رو در بیاریم حداقل، یا صده رو در بیاریم دیگه، اون قرن رو میتونستیم در بیاریم. احتمالاً مثلا ممکنه یه چنین چیزایی که ما نخوندیم اینها رو آدم بخونه، در حاشیه ها به خصوص ممکنه که یه چیزایی در مورد تاریخ کتابت بشه پیدا کرد. به هر حال روز خوبی بود، با یک کتاب دستی قدیمی ترکی بسیار زیبایی آشنا شدیم که در رابطه با انشانگاری، نامه‌نگاری اسلوب‌هایی رو معین کرده بود و این رو آموزش داده بود برای مناسب و موقعیت‌های مختلف، و همچنین آموزش عربی رو دیدیم درش هست، آموزش‌های دینی رو دیدیم درش هست. به هر حال اینجا به نظر من یه آموزشگاهی این بوده که در اونجا این رو یا خودش درس میداده یا یکی دیگه درس میداده، این مینوشته. به هر حال روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنیم. من با یه کتاب خیلی خوبی آشنا شدم، دستخط هست، سخت خوندنش، ولی کتاب ترکی قدیمی هستش و یکی از منابعیه که ما میتونیم ازش برای خروج از زندان مهندسی جهل حرکت بکنیم. موفق باشید.